vez, yo te quiero ver, cerca de mí, cerca. Tengo que ser, tengo que ver, enloquecer, quiero hacer todo contigo y conocer todo contigo y conocer. Tú estás conmigo, pero quiero verte otra vez. Pero quiero verte. اونم هواپیما بود. از طرف شرکت هواپیمای ساها خلبان آقای کریمی فرمانبردار آقای جعفرنژاد پسری با این پرواز ورود شما به هواپیمای بوینگ 737 خودروی 300 خوش آمد می‌گوییم. شماره پرواز 172 توسط مصرف میباشد. مدت این پرواز Quiero y me gusta que me pongas ya primero, y considero que tú no me sigues por este dinero. Yo te noto seria, yo no tengo opciones. No me gusta ya esta firme situación, no me gusta cómo va esta rica relación, no me gusta cómo ya ha cambiado dirección y me gusta que me trates así. Este amor ya es muy semejante. من رسیدم. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم و خیلی پرواز بدی بود. بعد برم خونه بشینم براتون کامل تعریف کنم چی شد. بریم فعلا. سلام بچه‌ها، تازه بیدار شدیم. مهندس چای درست کرده با نعلبکی که البته کاسه است. داریم میخوریم. گود. بعد امروز میخوایم بریم کاخ سعدآباد. بعد از کاخ سعدآباد هم میخوایم بریم تجریش. شاید هم بریم دربند چون نزدیک هم دیگن و اینا. آره بچه ها یکم معذب میشن، من ویدیو میگیرم. بعد میخوایم بریم اونجا دیگه. حالا دیگه با هم دیگه میریم ببینیم چی میشه امروز. Let's go. داریم میریم. زدم و در میرم جدیدن، همش میخونم چقدر این هستی رو زشتن و عجیبن. هیچ جا از خونه‌ی آمریکایی داشته باشم چون دوست دارم مادر باشم، دوست دارم زندگی، ولی میگم نه به خدا. من هر 5 دقیقه بار تو ویدیو بچه ناخون کاخ سبز بریم، کاخ ملت بریم، اتومبیل صنعتی، این یکی دیگه هم زدی کدوم؟ این پوشاک سلطنتی.
اینم زدی؟ آره وایسا چک کنم نکن. کاخ هنرهای زیبا. هنرهای زیبا رو بزن عزیزم. هنرهای زیبا کدومه؟ اینه. کاخ ملت سلطنتی. زدم؟ برادران امیدوار. آره زدم. ورودی 30,000 تومان. یعنی این بلیط بگیریم که ورود کنیم. اینو میکشی؟ خب رمزو میزنی؟ دقیقا هم دوستم چنده؟ 190. خوب شد. عالیه. عالیه. آها تمام. بریم. خب این نقششه باید پیدا کنیم که ما این بلیط هایی که گرفتیم اینا رو زوم کنم اینا کجا اینجا میشه. چقدر هوا خوبه. لعنت به بوشه. لعنت به بوشه. آها ما که اول میخوایم بریم چیز سرویس بهداشتی. کجای به نظرت؟ اینجاست. بریم. خوش اومدین به خونمون. یه ببخشین تابلو رو زدیم که گم نشن. آره اینا روابط عمومی داره خونتون. درسته. خب چقدر باحاله. وای نمیتونم این همه باحالی تحمل کنم. مکان مورد نظر پیدا کردیم بعد از اینقدر پیاده روی کردن. شروع نشده. اوکی الان باید بریم جای اتومبیل های صنعتی. یه راه درندشت و دراز. واقعا نمیدونم. شاه خودش اینجا راست میگی شاه بوده. چقدر ذهنم فقیره واقعا. اگه الان تو بوشهر بودم این ساعت داشتم له میزدم توی خیابون. اصلا گریه میکنم تو خیابون اینقدر گرمه. الان خوشحالی تو این شهری؟ alles ist gut. بچه من یه چیزی از مارسل گرفتم. میت فقونلیش یعنی این که خدافظ. این چوز اینو نگاه فقط. وای من عاشق اونم. شاه عاشق آبی بوده مثل من. پس تو یه شایی. من ناخونه‌ها بچه با این میزد کردم. بیا خودت آبرون. وای اون بر دوباره آبی باش صحبت میکنم باشون شب. دلم میخواد. چی باید بخونم شاه بشم؟ اینو نگاه برند مطلقش بنز بوده. برند مورد علاقه کی بنز نیست. من میخوام همجا بخونم. تنز برق رو نگاه شما برق رو میزنم. شما فقط کیفیت رو نگاه. هنوز سالمه. دست آرتیکلش نویتراله بدون جنسیت. مستند داره فرح کل این ماشینا و این چی بهشونه؟ کالسکی درشگاه ها توی فیلم بود. حالا عکسش رو اینجا براتون میذارم پیدا میکنم. اصلا بریم بعد. بچه اون عکسه که میخواستم براتون پیدا کنم اینجا ببینید. دیشته نه این ماشینه خب اونه سقف
دستشو در آوردن. آره. اونم که ثریا زن اولش. چیزی؟ راضی هستی؟ 10 از 10. اوکی الان میخوایم بریم کاخ موزه سبز و برادران امیدوار که اصلا نمیدونیم چی هست فقط گرفتیم، بعدش بریم اون سمتی. بریم. باورم نمیشه من پریروز داشتم امتحان هویت میدادم و الان اینجا اومدم کاخ سعدآباد. بله وای خدا اینا کی میخواد بره بالا؟ یا خدا اینو باید بریم. معلومه خیلی ذوق دارم نه اصلا معلوم نیست. وای چقدر همه چیز برام جدید و عادیه میدونی؟ جدید و عادی که پارادوکس. منظورم اینه که خیلی همه چیز برام عادیه. آره خیلی زیاد. اینجا موزه آبشه که تو اون بلیطایی که داشتیم می‌خریدیم نبود اصلا اسمش بود. نبود. ما هم نگرفتیم. آی دارم اینقدر سربالاییه دارم نفس میزنم. دارم میمیرم. بریم. مرد. خوبه. عادی. این قدم زدم برای عادیه. من همیشه آخر هفته میرم کوهنوردی. نگاه کن اینجا بشو. بچه داره میشه 20 سالش. مامانم الان نگران این بود، اینکه ما بشینیم تو کاخ سعدآباد و بادام زمینی بخوریم و انرژی زن. مامان نگاه کن سالمم. زنده است هنوز. آره هیچی هم نشد. دو تا پا داره. دارم از اینا میخورم. از اینا چیزای سالم. آره ببین ارگانیک فقط نیست. کل مواد افزودنی. منم دوست دارم. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. آخه چیه؟ auch یعنی همچنین. خیلی از کلمه آلمانی کاربردهای مختلف بوده. تو نمی‌فهمی معنیش. آها من نمیفهم. خودم نمی‌فهمم. هنوز هست. هنوز باید بریم. حالم بد. حالا چطوره؟ ما این چیزا برامون عادیه. هر هفته آخر هفته میایم کوهنوردی. کلی دماوند 3 بار فتح کردم. اوکی. رسیدیم اینجا. داریم میریم بالا. اونجا موزه برادران امیدواره که بعدش میریم اونجا. اول بریم اینجا. وای خدایا از اون ور میریم حالا. اینجا فکر کنم برادران امیدواره. آره اونجا نوشته. آره خب عزیزم حالا میشه از من بگیری؟
نگاه نفس شیوا برگران است که پس از مرگ تمام موجودات بار دیگر آنها تکامل یافت و در شکل بهتر و ذهن و اندیشه ارزشمند انسانی خانم جعفری این چیه؟ آقای غلام محمد حکمران وقت کشور پاکستان و محمد ظاهر پادشاه. اینجا باید اینجا آفریقا چیزه؟ جنوبی فکر کنم. آره نشان افتخار اداره طرف آقای نیموس رئیس جمهور وقت سالوادور. السالوادور با موتور رفتن پاریس. نگاه اینا همونه ها، همونه که تو دست ساز کوبه‌ای خاصگاه آفریقا. اون چیه؟ ساز کوبه‌ای خاصگاه آفریقا. اون چنده؟ ساز ذهنی. آره یعنی اینطوری چنده پس و تبلم که آشنای دل یاگوار آموزون این چیه؟ پوست ماره. پوست ماره نگاه مجسمه بودا ارتفاع 70 متر در دل سنگ واقع در بامیان در شمال کشور افغانستان در قرن 7 و 8 میلادی، زمانی که دین اسلام به سرزمین بودایان پیروز گردید. دست و پا و نیمی از صورت خود را از دست داد و سرانجام در دوره طالبان کاملا هدم کرد. اینو منهدم کرد. طالبان چرا اینطوری میکنن؟ آروم باش. بودا شهر نارای ژاپن. اینو نگاه کن، لباس اسکیمو پوشید. برای تامین هزینه در طول سفر کار میکردن. شمال آلاسکا. عکس رنگی آلاسکا کانادا انگلیسه دردانه در این پاسپورت شاهنشاهی. بله. وای اینا رو فقط توی فیلم ها دیدم. نگاه کن مثل که قبلا هم چیز داشتم. اوکولله نمیدونم همچون چیزی بود. من از این فلوت ها قبلا داشتم. آره. قد متوسط افراد قوم پیگمه در آفریقای مرکزی حدود 125 سانتی متره. اینو اینجا بودم. اوکی. برادران امیدوار 11 از 10. بریم. برو. بریم حالا نیفت. بریم حالا اینجا چی بود؟ کاخ سبز. بس دیگه این همونو آره اونا رو بگی کاخ موزه سبز 9 از 10.
اومدیم یه جایی ولی نمیدونیم چیه، تابلو چیه. فقط اومدیم چون همه می اومدن. بریم ببینیم چیه اینجا. این ور هنرهای زیبایی و چیزه؟ فکر کنم همینه ملت. همین که توش باید بریم. خب بریم توش. بریم داخلش رو اینا اینجا نوشته کاخ موزه ملت. تازه فهمیدیم اینجا کجاست. بریم. یکی اون پایین میخواست مخمو بزنه عکس بگیره ازم، گفت استایلت خیلی خوبه. من با کفش یکی بچه‌ها توی تلگرامم گفته بود استایلت وایب تمیزی. وایب تمیزی نمید. سلام. نگیم بهم بگو فوش نده. بلگه من خانوادگیه واسه همین نمیشه ولی فوش به تو. چشم از اینجا میومده ما هست من با نظر علینش مخالفم. بگو. از نظر جالب بودن به نظرم 6 از 10 نسبت به بقیه جا. برو پایین. نمره تو چیه؟ نمره من 8 از 10. اوکی 8. خب 2 تا جای دیگه داریم، موزه ظروف و هنرهای زیبا. و پوشاک. پوشاک. برای هم دیگه بای. بریم. اینجا جایی که اول ازش اومدیم رفتیم داخل، الانم میخوایم بریم. این نصف جاهاشو بسته بودن، چه توی کاخا چه توی خود محوطه. میز ابداعی چند منظوره هنر خانه رحیمی و ابزارالات نوین انگشتری و مهرسازی. این تاج محل روسیه هست. بچه ما یکم جوگیر شدیم، 1000 تا بلیط خریدیم و الان 2 تای دیگه مونده ولی ما دیگه نداریم از جامون. من اصلا نمیتونم پاشم، پام درد میکنه. ما هنوز تا شب میخوایم ادامه بدیم ولی تو همین 2 تای آخری موندیم. بریم یه چیز بخور، من واقعا گشنم. باش. ساعت چنده؟ نبنده وقت داری.
ما ریچیم عزیزم میخرم